علی دایی وصیت کرد 20 سال پیش تو پرواز تیم ملی وقتی من برای اولین بار دیدمش خیلی شوکم کرد که اگر ایرانی‌ها همشون این نکته رو میگرفتن وضع مالیشون زمین تا آسمون فرق میکرد. داستان از این قراره 20 سال پیش تو هواپیما وقتی گزارشگر از آدمو مصاحبه میگرفت ازشون پرسید اگر همین الان هواپیما سقوط کنه چه وصیتی داری؟ خداداد عزیزی گفت چند تا زمین دارم اینا رو بزنید به اسم بچه‌م. اون یکی بازیکن گفت خونه و ماشینمو بزنید به اسم مادرم. ولی علی دایی میگه من 3 دنگ مغازه دارم اونا رو میخوام ببخشم به شریکم. 3 دنگ مغازه دارم اونم میدم به شریکم. فرق علی دایی با بقیه دقیقاً همینجا بود. بقیه داشتن مصرف میکردن ولی اون داشت دارایی میساخت. مصرف یعنی چیزایی که امروز میخری مثل خونه و ماشین و لباس و اینا که دلتو امروز خوش میکنه ولی فردا ارزشش صفر میشه. علی دایی این نکته رو خیلی زود فهمید. الان خونه‌ای که داره توش زندگی میکنه ارزشش بیشتر از 700 میلیارده. رستورانی که تو کامرانیه تهران داره بیشتر از چند صد میلیارد ارزش داره. اینا شانسی به دست نمیاد. دلیلش فقط یک چیزه، داشتن هوش مالی بالا و بینش نسبت به آینده. حالا اون موقع آینده رو اینا میساخته، الان آینده رو چی میسازه؟ الان آینده رو درآمد دلاری روزانه میسازه. چرا؟ همین الان بری قیمت دلار رو چک کنی و 100 خورده هزار تومن و دلیلش متوجه میشی. حالا چطور تو بتونی روزانه درآمد دلاری داشته باشی و هر روز این $10 $10 $100 واریز بشه به حسابت که ماهی بیش از 100 میلیون درآمد داشته باشی؟ همین الان زیر این پست عدد 100 رو کامنت کن. یه مسیر 5 روزه و 5 قسمتی برات میفرستم. یادش بگیر و درآمد دلاریت و آینده‌تو از همین الان بساز.